روز دانشجو بهانه‌ای برای تجمع و فریاد جوانان کشورمان. امروز جوانان غیور و پرشهامت ایران زمین، فرزندان کوروش کبیر در کشور عزیزمان به خیابانها آمدند تا تکلیف خود را با حکومت دجال جمهوری اسلامی روشن کنند. امروز در تهران دختران ایران دخت رهبری تظاهرات را به عهده داشتند. زنده باد شیرزنان ایران دخت. ما به حمایت از جوانانی که بهای آزادی را با خون و جان خود پرداخت می کنند اینجا جمع شدیم تا با آنها یک صدا فریاد بزنیم: مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! دانشجویان، نوجوانان، شیرزنان، مادران داغ دیده، زندانیان سیاسی در بند، به دستان شما بوسه میزنیم و ما هم تا آخرین نفس با شما همگام خواهیم بود. بپاخیزید، به یاد آرید آن گلهای پرپر را، عزیزان پدر، گلهای مادر را. به یاد آرید فرزندان ایران را، به یاد آرید آن آینده سازان را. به یاد آرید نبش هر خیابانی، سر هر کوی و برزن یا که میدانید، به سر آورده بالا جر اسقاقی، ز هر سو چوبه داری. به یاد آرید در یک شب هزاران چراغ عشق یک جا در اوین خاموش شد. هر یک عزیز خانه‌ای، دردانه‌ای، ارکیده گلخانه‌ای. درد را باید گفت، حرف را باید زد، بلکه بسیار باید گفت. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد، چه کسی پنجه در پنجه دشمن دون آویزد. و من برای تو از راهی دور، شاعر آبی خاکستری، ارمغانی دارم. هدیه من به تو ارزنده ترین هدیه این تاریخ است. خبر از پنجره هاست، همه باز و من از بازترین پنجره این شهر شنیدم که صدا میزد: آی رود باید شد و رفت، کوه باید شد و ماند. رود باید شد و رفت، کوه باید شد و ماند.